من چند سال شد که بررسی برای تامین نفقه اهل عائله و زن و فرزندانم رفته کار میکنم. شکرانه خدای تعالی دائما کارهایم با برار است و دائما نفقه اهل عائلم را روان میکنم. دائما در تماس هستم. یک سال بود که در روسیه بودم، با قریبی برگشتم. مرا دادرم پیشواز گرفت و گفت و شما درست نیست همراه زنت گپ زدن و حتی نگاه کردن درست نیست. در یک سال نکاح شما بریده شد. شما را از سر نو نکاح کردن در کار، بعد زندگیتون را دوام دهید. ما را از نو نکاح کردن، ما حیران شدیم. آخر بین ما یگان گپ و دشتام و یگان واقعه یا نافهمی نگذشته است. ولی برادر عزیز و گرامی، یک سال و دو ساله که شما بیرون از خاندان میشوین برای تأمین نفقه، این به نکاح شما خللی ندارد. این نکاح شما را از بین نمیبرد. نکاح در جاش باقی است. نکاح در جاش باقی است. حتی شما اگر 5 سال و 10 سال هم که اگر نفقه کودکاتون را تامین کردن گیرین، چگونه که در تماس میگین، در تماس باشین، احوال پرسی هم کنین، این به نکاح شما یکان خللی ندارد. نکاح های شما در جاش باقی. شما 5 سال پس هم که آین، همین زن شما هست. شما میتوانید که بی نکاح با او حیات برید. فقط وقتی انسان ها 4 سال زنها را سراغ نمیکنن، از نفقه ایشان، از حال پرسی ایشان چیزی نمیرسد، این حالت در زنها حق مراجعتی در مرکز اسلامی دارن و از اونجا بس خط طلاق شده میگیرن، شوهر میکنن. ولی وقتی که اگر نفقه ها رسیدن گیرد، تأمینات ها رسیدن گیرد، با طریق تلفن گپ و معامله شدن گیرد، اینجا نکاح شما دیگه خللی نیست. نکاحاتون بریده نمیشه. فقط از شما خواهش همین دادر که حداقل در 1 سال، بیشتر در 2 سال از زنهاتون خبرگیری کنین. از زنهاتون خبرگیری کنین. این بسیار ناخوبی است، اینم بدبختی است که او زن است، اونم جوان است، اونم خواهش دارد، اونم از تو استفاده بردن در حق دارد. برای همین بسیاری واقعه را ببینین که وقتی که دستی در فاحشگی میزنن، دستی در زنا میزنن، بعضی ها شوستی میبینی شوهرها 2 سال و 3 سال در دولت های روسیه هم، در دولت های مثال بیرون از تاجیکستان هم. برای اینم تأثیر خودشا میرسانه. کوشش کنین دادرای عزیز همین هم جا به جا گذاریش از خود کنین. حداقل 1 سال، زیادترش 2 سال. حال شما را ما میدانیم، مشکلات شما را میدانیم، ولی خدا شما را نگه دارد. بسیار سختی ها هست شما دارم، ولی این زندگی هم بسیار مسئولیت بلند دارد. از پی رزق روزی شویم و گویم همه اون چیزی که از فهمیشمان هست همه را به او طرف حواله کنیم و این طرف فکرش نکنیم، اینم باز در ما تشویش ضرر میارد. یکی مبادا در همون جایی همین واقعه را اگر شنوی، باور که بعداً گشته میاری که دیگر فایده نمیبخشد. برای همین کوشش کنید علاج واقعه پیش از وقوع شود. بذار کاری خوب هم باشد، برادر زندگی هم چیزی خوب است، تربیت فرزند هم چیزی خوب است، خبرگیری از زن هم چیزی خوب است، خبرگیری از پدر و مادر هم مهم.